با آموزش رفع تمپر دستگاه نیولند 201 در خدمتتون هستیم. دستگاه تمپر هست. در این حالت دکمه زرد ستاره 83 مربع رو فشار میدیم. به این منو وارد گزینه 4 هاردور میشیم. بعد گزینه 3، بعد کلیم، بعد یک بار قرمز رو فشار میدیم تا وارد این منو، یک بار دیگه تا وارد منوی اولیه بشیم. بعد گزینه 5 رو میزنیم، چندین بار سبز و تمام. دستگاهتون رفته و رام رو میزنیم و استفاده